الان از جناب آقای ربانی تقاضا میشه که بفرمایید با مراعات وقت صحبت کنیم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده، وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وجاهد في سبيله إلى يوم الدين. جناب رئیس و هیئت رئیسه، در آغاز از دولت جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری به ارتباط ابتکار بسیار بجایی که انعقاد همایش بیداری در جهان اسلام در جمهوری اسلامی ایران دایر شده، صمیمانه ابراز شکران نموده و موفقیت‌های عظیمی را به ملت برادر و کشوری همسایه و همدین و همکیش خود جمهوری اسلامی ایران از خداوند جلت عظمته نیازمندم. رستاخیزی کنونی در شرق میانه و در شمال افریقا چندی قبل به حیث رویاهای خوشی و آرزوها و امیدهای در ذهن و وجدان ما قرار داشت که امروز به لطف الهی به عنوان یک واقعیت عملی در برابر دیدگان دوست و دشمن قرار گرفته. شکی نیست که این قیام بزرگی که مژده‌های پیروزی، سعادت و خوشبختی ها را برای امت اسلامی مژده می دهد، یکی از موهبت‌های الهی است، قسمی که یکی از اشتراک کنندگان قیام در مصر و ضمن صحبت‌های خود می گفت ما نباید بگوییم ملت ما، مردم ما قیام را به پیروزی رساند، بلکه خداوند بود که قیام ما را پیروز ساخت. یقینا پیروزی این قیامها یک موهبت بزرگ الهی است، گرچه در مورد انگیزه این خیزش ها و قیامها هر کسی با مشرب و سلیقه خاص خود، بخصوص کسانی که به صف نهضت‌های اسلامی و مسلمان‌ها مربوط نیستند، اونا در مورد تفسیر و تحلیل انگیزه قیامها علتها و عواملی را بیان می‌کنند. بعضاً انگیزه این قیام را انگیزه اقتصادی، بیکاری جوانها می‌خوانند. شاید این هم بعید نبوده باشد که یکی از جمله عوامل حاشیوی این قیام باشد. تعداد هم انگیزه ادامه حکم دیکتاتورهای مستبد، ظالم و سرکوبگری می‌خوانند
که بعضاً تا نیم قرن هم به سرنوشتی ملت‌های مسلمان حاکم بودند و ظلم و استبدادشان به قدری بود که در مصر ما شاهدیم در حکومت مخلوع نظام طی 30 سال تنها از یک نهضت اسلامی، از نهضت اخوان المسلمین، حدود 1 میلیون انسان به تفاوت به زندانهای جهنمی این نظام زندانی شده بود. و ما می دیدیم در تونس، در کشور اسلامی دیگری که در اینجا قیام پیروزی می رسد، حتی زمامدار مستبد او هم کسانی را که به خواندن نماز جماعت می روند بدون کارت دولتی و استخبارات حق نداشتند که به نماز بروند. بعضی ها این را به تعبیر خودشان یک جنبش جامعه مدنی و یا محصول اطلاعات جمعی میخوانند، اما شاید اینها تا جای هم این عوامل بی تأثیر نباشد. اما در جوامع مسلمان من فکر میکنم تا زمانی که عوامل اعتقادی، دینی و ایمانی در میان نباشد، این قربانی های بی‌دریغ که بر روی همه شهدای این قیامه ها درود میفرستیم، این قیامه ها به سادگی و این شهادت ها به آسانی به میان نمی آمد. ما به چند موضوع اشاره میکنم به مبانی قیام و خیزش ها در کشورهای مسلمان و در مابین جوامع اسلامی. اولا من معتقد هستم که تدین و دینداری و اصلا دین یک پیامی و یک ندای الهی برای انسان به منظور قیام در برابر الحاد، کفر، بیدینی، فساد، استبداد و تمام زشتی هاست. ما میبینیم در جمله اولین صورت هایی که خداوند به پیغمبر اکرم نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نازل میشه سوره مدثر است که یا ایها المدثر قم فانذر. اولین پیام الهی به پیام بیدارگری و قیام آغاز میشه که پیغمبر تو قیام بکن. ما میبینیم در سوره احزاب خداوند رسالت پیغمبر را به چه شکل بیان میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی الله وکفی بالله وکیلا. در اینجا می‌بینیم خداوند رسالت پیغمبر را به عنوان نظارتگر و گواه و به عنوان دعوتگر، به عنوان امید دهنده، به عنوان بیدارگر و نذیر و به عنوان روشنگر معرفی میکنه که پیغمبر در جامعه بعد رسالت روشنگری، رسالت دعوت، رسالت بیدارگری را به دوش داشته باشد. باز میبینیم پیغمبر صلوات الله علیه و سلام خود رسالت خود در حدیث مبارک چی نوع معرفی میکنه؟
و می فرمد انما انا النذیر العریان، ما به عنوان یک بیدارگری که در میان عرب در دوران جاهلیت عادت بود، اگر یک مصیبتی بزرگی، یک هجومی بالای قوم قریش صورت می گرفت، یک نفری موظف بود که خود به خاطری که توجه مردم جلب بکنه عریان می ساخت و بالای کوه ابو قبیس اعلام خطر می کرد. به هر حال این هم یک مابعی عقیده هستیم که اصلا یک از جمله مبنای قیام در امت اسلامی است. موضوع دیگری که بسیار و هم مهم است، مسئله مبارزه با ظلم ستیزی، ظلم نکردن و ظلم ستیزی است که به عنوان یک ارزشی، یک اصل از اصولی در دین مبین ماست که لا تظلمون و تظلمون یک اصل است که مسلمان نباید ظلم را بپذیرد. و حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که در حدیث قدسی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماند و عزتی و جلالی لانتقمن من الظالم فی آجله و عاجله ولانتقمن ممن یرى مظلوما و یقدر علی نصره فلم ینصره. ما میبینیم که حتی در اسلام نه تنهایی که خود انسان باید با ظلم مبارزه بکنه، با مظلوم از مظلوم حمایت بکنه، بلکه جامعه هم باید از مظلوم حمایت بکنن. و همچنان در قرآن کریم است کسی که ظلم را قبول میکنه، کسی ظلم پذیر، ذلت پذیر انسانی است که خداوند او را فاسق میخواند. قسمی که خداوند میفرماید در سوره قصص فاستخف قومه فاطاعوه در ارتباط فرعون انهم كانوا قوما فاسقین، که کسایی که فرعون از او اطاعت میکردن اینها چون در توسط فرعون تذلیل شده بودن، اهانت شده بودن، به اساس یعنی اهانت از ستمگر و ظالم از فرعون اینها اطاعت میکردن. خداوند میفرماید که انهم کانوا قوما فاسقین، اینا قوم فاسق بودند. اصل دیگری اصل حریت است، آزادی است. آزادی در اسلام یکی از مبانی، یکی از موهبت الهی و یک حق انسانی و دفاع از آزادی یک وجیبه اسلامی است. ما میبینیم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در فرمایشی بسیار معروفشان میفرمایند که در حادثه که پسر عمرو بن العاص در مصر قبطی را، جوان قبطی را آزار داده بود، که فرمودند متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. و حضرت علی کرم الله وجهه می فرماید لا تکن عبد غیرک وقد خلقك الله حرا. به همه حال این از جمله ارزش هایی است که در مابین جوامع مسلمان وجود دارد و باید با در نظر اسلام این ارزش ها مسلمان ها همیشه در حرکت و در مبارزه بر ضد ظلم و استبداد و بی‌عدالتی باشند. موضوع دیگری که حتی غیر مسلمان ها هم متوجه از این بودند و هستند، ما میبینیم گلادستون صدر اعظم انگلیس در مجلس عوام در دوران استعمار قرآن را به دست میگیره و میگه تا زمانی که قرآن
در مابین مسلمان ها دستور زندگیشان باشد تا زمانی که قبله به عنوان کعبه مسلمان ها باشد. مسلمان ها به هیچ شکل استعمار انگلیس در کشورهای اسلامی به آرامی باقی مانده نمی توانند و همچنان زمانی که ناپلیون به مصر حمله میکنه اولین توپهای ناپلیون از هر هدف میگیره. این به این معنا که قرآن به عنوان دستور آزادی بخش بیدارگر در میان مسلمان ها، قبله جعل الله الكعبة البيت الحرام قیاما للناس والحج مرکز قیام مسلمان ها و همچنان مراکز تعلیمی دینی، مراکز بیدارگری در جهان اسلام بوده. اینجاست که جای تعجب نیست زمانی که میبینیم انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران توسط یک رهبری مذهبی به پیروزی میرسه. جهاد اسلامی در افغانستان گرچه ما او دستاورده هایی که باید بعد از این جهاد بزرگ که اتحاد شوروی با تمام هیبت و با تمام وحشتش در هم کوبیده شد، او های مطلوب به دست نیامد، اما پیروزی جهاد هم که بیشتر توسط در رأس این جهاد کسانی قرار داشتند که از مابین مدارس دینی یا مراکز دینی اینا فارغ شده بودند. همچنان در طول قیامه های در جهان اسلام که میبینیم در سرزمین سودان امام مهدی در برابر انگلیس به عنوان یک رهبری مذهبی قیام میکنه. در جزایر در برابر فرانسوی ها عبدالقادر الجزائری به عنوان یک عالم دینی، در لیبیا در برابر ایتالوی ها سنوسی به عنوان یک رهبری مذهبی قیام میکنه و در نقاط مختلف جهان اسلام این حرکت ها وجود داشته. البته بعد از سقوط خلافت اسلامی که یک تکان عثمانی باز میبینیم یک بار دیگر باز بیداری توسط نهضت های امام حسن البنای شهید، ناینی، دانش علمای دیوبند و ابوالعلا مرحوم ابوالعلا مولودی و امثال اینها همیش در پیشاپیش جنبش های مذهبی و بیداری مسلمان ها قرار دارند. به هر حال یک دیگه هم که میخوام از مبانی بیداری در جهان اسلام است اعتقاد به کرامت انسان. در جزایر در برابر فرانسوی ها عبدالقادر الجزائری به عنوان یک عالم دینی، در لیبیا در برابر ایتالوی ها سنوسی به عنوان یک رهبری مذهبی قیام میکنه و در نقاط مختلف جهان اسلام این حرکت ها وجود داشته. البته بعد از سقوط خلافت اسلامی که یک تکان عثمانی باز میبینیم یک بار دیگر باز بیداری توسط نهضت های امام حسن البنای شهید، ناینی، دانش علمای دیوبند و ابوالعلا مرحوم ابوالعلا مولودی و امثال اینها همیش در پیشاپیش جنبش های مذهبی و بیداری مسلمان ها قرار دارند. به هر حال یک موضوع دیگه هم که میخوام از مبانی بیداری در جهان اسلام است اعتقاد به کرامت انسان و عزت اهل ایمان است که ولقد کرمنا بنی آدم و همچنان ولله العزة ولرسول والمؤمنون. اینجاست که بعد مسلمان همیشه در حالت حرکت در حالت بیداری باشه، تسلیم پذیری به مسلمان ها یقینا مخالف اعتقادات ایمانیشان است. ما در اخیر یک دو موضوع دیگر اشاره میکنم. در یک طرف جنبش های بزرگی در کشورهای مسلمان به لطف خداوند در حالت پیروزی هستند،
اما شاید توطئه های بسیار زیادی در مسیر راه باشد. از جمله توطئه ها ما میبینیم مطبوعات که ما تعقیب میکنیم در روزهای اول در آغاز پیروزی مطبوعات غربی موضوع را طوری میخواست اطلاع رسانی بکنه که گویا جنبش توسط یک مجمع جوانای لیبرال و غیر متدین جنبش برا افتاده. اما زمانی که پیروزی ها روز به روز زیاد شد گفتند که خطر اخوان المسلمین و علمای مذهبی جریانات مذهبی هستند که انقلاب ها را میخوان اختطاف بکنند. یکی موضوع دیگری در پهلوی بیداری ها حوادث دردناک در بعضی از کشورها در جمله در کشور ما تعدادی هم هستند به نام مسلمان کشی میکنند. این انفجارها و اغتیالاتی وجود دارد، نه تنها در افغانستان بلکه در پاکستان و کشورهای دیگری اسلامی هم است. ما از این مجموعه تقاضای ما است که علمای امت راجع به پدیده جدیدی که مباح دم میدانند هر مسلمانی را تکفیر میکنند مسلمان ها را بعد یک موضوع بسیار روشنی بگیرند. یک در اخیر یک تقاضا هم دارم، شاید پیش از این خیزش ها در بعضی کشورهای عربی و اسلامی شدن مجموعه های نهضت‌های اسلامی شاید مشکلاتی داشت، اما امروز اون مشکلات کم شده. امیدوار هستیم از جناب دکتر ولایتی که یک فیصله کن، یک دبیرخانه به ارتباط مشورت در مسائل اسلامی و مشکلات عالم اسلامی ایجاد شود تا با تمام جنبش‌ها و نهضت‌ها مشوره بتن و در این حال ما از جریان از فلسطین، از ملت مظلوم فلسطین، از مبارزه بسیار قهرمانانه ملت فلسطین، در همان حرکت‌های اسلامی و ملی فلسطین در رأس حماس و جهاد و سایر حرکت‌های که یقینا در بیداری سهم داشتند و ناگفته نگذاریم حزب الله لبنان هم از جمله یکی از حرکت‌های قهرمانی بود که یقینا در این بیداری ها دستاوردهای از اونها به تأثیر نبوده. و از جناب رئیس کسی که بسیار طولانی ساختم معذرت میخواهم. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.